چطوری دارم که حالتون خوب باشه؟ هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیویی. داشتم توی کامنت‌های ویدیو یکی دو روز پیشمون گشتم. البته بچه‌ها اینو در نظر داشته باشید من همون روز که ویدیو رو گذاشتم این کامنت رو دیدم و منتظر موندم برای یه موقعیت مناسب تا بتونم یه حساب خوب پیدا کنم. حالا داخل این ویدیو قرار بریم با هم این کامنت رو بخونیم و یه سورپرایز برای یکی از دوستام که تمام مدتی همیشه با هم صحبت نکردیم داشته باشم. امیدوارم که دوستش داشته باشه، بتونه کمکش کنه. لایک و کامنت سابسکرایبتون نره. بریم که با هم داستان این ویدیو رو براتون توضیح بدم. بچه‌ها من یک روز پیش الان که دارم ویدیو رو میگیرم یه دونه ویدیو گذاشتم و نوشتم بکنید دوستم به حساب ویدار فری فایر فکر کرد فیکه. داخل این ویدیو زیر کامنتاش یه دونه کامنت بود که بچه‌ها می‌بینید اینجا الان 166 تا لایک گرفته، ولی اینطور نیست. این کامنت فکر کنم نزدیک 800 900 تا لایک گرفته، ولی خب یوتیوب کلا هم لایک کامنت ها رو همه رو میپرونه دیگه. هم لایک ویدیو درس مثلا الان این ویدیو ببینید 1200 تا لایک گرفته، این اشتباه. این درس ویدیو الان مثلا حدود 4 5000 تا لایک گرفته. تقریبا میشه گفت به ازای هر 20000 تا بازی که توی یوتیوب میگیره حالا چنل من به این شکل حدوداً 5000 تا 4000 تا لایک میگیره ویدیو، ولی خب میپرونه دیگه. یوتیوب یعنی همچین چیزیش میمونه. برای کامنت هم این صدق میکنه. دوستمون آقای علی یه دونه کامنت گذاشته بود: مستر جان سیلیتر بعد زمانی دوباره برگشت به فری فایر، اصلا ازش حمایت نمیشه. اگه میتونی به عنوان یه دوست یا رفیق قدیمی ازش حمایت کن، از هر روشی که میتونی. ناسلامتی رفیق قدیمی ته. راستش ببینید بچه‌ها، سینا که در مرحله اول انقدر بچه خفن و با عشق و پر انرژی بوده و مطمئنم هسته که قطعا نیازی به حمایت من و امثال من نداره. چرا؟ چون که انقدر خودش استعداد داره که قطعا تو هر زمینه که پا بذاره توش موفق میشه. ولی من به عنوان یه دوست، به عنوان یک رفیقی که کلی مدت با هم گذروندیم، دوست داشتم براش یه سورپرایز داشته باشم. البته راستش بچه‌ها من به سینا نگفتم دقیقاً چی کار میخوام کنم. بذارید وایسایی که به هم دادیم و براتون بذارمش. روزت بخیر باشه، خسته نباشی. امیدوارم تو خوب باشی و موفق مورد پیشرفت باشی. سینا من قرار است مزاحمت می‌خواستم یه ویدیو بگیرم و درزم موضوعی که خیلی وقت تو الان نیست. ببینید بعد یکی دو دقیقه فهم کنم زنگ بزنم. می‌خواستم بگم سینا جون وقت داری اصلا چون بگید تماس بگیرم. بعد صدام میشه. ببخشید همون بچه‌ها این وایس برای دیروزه، چون دیروز نتونستم اون حسابی که می‌خواستم رو پیدا کنم. حالا سینا یه دونه وایسا که گفت داره میره باشگاه، بعدش میتونی بهم زنگ بزنی اینو. حالا وایس خودشو براتون بذارم. داداشی من باشگاه تموم شدم که بودی که من زنگ بزنم خودت زنگ بزنی. ببین بچه‌ها من بهش نگفتم میخوام برات هدیه بگیرم، چون احتمال خیلی زیاد ممکن بود قبول نکنه، یا احتمال خیلی زیاد نه احتمال میدادم که قبول نکنه. در همین قضیه گفتم واسینا من میخوام یه ویدیو بگیرم، اوکی بهت زنگ بزنم در حد یکی دو دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیرم و بریم که اول با هم ببینیم این حساب چیا داره و در نهایت الان به سینا زنگ بزنیم. امیدوارم که بتونه الان جواب بده، چون من برای دیروز باهاش هماهنگ کردم و راستش خب نتونستم اون حسابی که باید و میتونستم رو با بودجه‌ای که داشتم براش بگیرم دیگه. امروز خلاصه تونستم. بریم که با هم تو فری فایر تا بهتون نشون. اوکی همونجور که می‌بینید بچه‌ها این حسابی که من برای سینا گرفتم اسمش یه چیز دیگه بود. من گذاشتم همش سوسیسه، لول 78 و ارزم بزرگتون که بریم ببینیم چیا داره. قطعا ارزشش سینا خیلی بیشتر از این حسابایی که دارید می‌بینید و من فقط به نوبه خودم بچه‌ها اینم باید در نظر داشته باشید من توی همین ماهی که هستیم دو تا حساب خیلی خیلی با ارزش و گرون گرفتم. مستر وانچت، مستر ساکورای مستر وانچت که خیلی سال داره، مستر ساکورای و یه دونه مستر ویداره که خب اینا خیلی گرون بودن. سر همین قضیه من اصلا اگه ماه بعد می‌خواستم برای سینا بگیرم میتونستم یه هدیه خیلی با ارزش‌تر بگیرم، ولی این چیزی بود که الان از چی بهش میگن از دستم برمی اومد و امیدوارم که خیلی چیز ضعیفی نباشه، بتونه که کارشو راه بندازه. چون سینا من ویدیوشم که داشتم میدیدم راستش حسابشو فروخته بود به خاطر یه سری مشکلاتی که من دقیقاً متوجه نشدم چی بود، ولی به هر حال دوست داشتم به عنوان یه دوست کوچیک‌ترین کمکی که از دستم برمیاد رو بهش بکنم. بچا اول از اسکینگانا یا از سه تا شروع کنیم. نظرتون چیه؟ من خودم خیلی حسابا رو ندیدم و بریم ببینیم سیستمش چه جوریه. 12 تا باندل کامل داره که شامل این اساسین جذاب میشه. 365 تا مو داره بچا. اینا رو من اصلا ندیدم حاجی. من میگم اصلا دقت نکردم، من فقط مانیش پرداخت کردم و بقیه‌اش دیگه هیچی. من ببین بچا من کلا اینجوری حساب که میگیرم، چه مثلا برای خودم میگم چه برای دوستام، اینا خیلی دقت نمیکنم، جزئیاتیش در نمیارم ببینم سیستمش چجوریه. میگم بذارید یه کلیتی از حساب ببینم که ریاکشن خودم تو ویدیو فکر نباشه، الکی نباشه که. و واقعا الان من نمی‌دونم اینه مثلا داره با اینه داره. مو استریو میدونستم چون چیزی بود که خود یارو زده بود، ولی حالا اینجا مو صورتیه رو داره که این ست مورد علاقه‌ای که از دوستانم ما که حالا اصلا نمیخوام بهش اشاره کنم. اینجا حاجی ست اون یکی ست مو چی بهش میگن سامورایی، این سامورایی که خاص شده است، این اون سامورایی که خاص نشده است و داره جفت سامورایی رو داره. میایم همینجوری پایینتر ست بویا 2021 رو داره. امیدوارم پروفایلش فکر نکنم طلایی باشه، ولی امیدوارم نسبتا طلایی باشه. خیلی چی بهش میگن چون مثلا اینجوری یکی گرفته باشه یکی نگرفته باشه خیلی زشت میشه پروفایل. ولی مثلا یه مدت رو گرفته باشه باز یه مدت نگرفته باشه قابل تحمل تر هستم. البته منم رو حساب خودم مستر وانچت 2 سیزن یادم رفت فکر کنم بگیرم دیگه. مثلا دندون خراب شد خیلی بد شد، مثلا فکر کنم همه جاش طلایی، دو تا جاش مثلا نقره، خیلی حساب رو تقریبا میشه گفت پروفایلش رو زشت کرد. البته برای من خیلی راستش خیلی که اصلا مهم نیست، من به این چیزا اهمیت نمیدم. ولی ای جانم ای جان سلام برای یکی از دوستای دیگه‌ام که این ستا رو خیلی دوست داره، ولی این سبزر فکر کنم رو حسابش نداره. اینا چیه؟ آجی چه قشنگه.
اینا فکر کنم برای یکی از بویاه پس الیت پس‌های قدیمی بود. قدیمی که حاجی این چه ست خوشگلیه. من نمیدونم این چیه، فقط زدم اوکی. اینم که یکی از اینکوباتوره جدیدن توی بازی اومد. جدیدن که یعنی یه مدت پیش اومده داخل بازی. میایم همینجوری پایینتر با هم، میایم پایینتر. اینجا یه سری چیزایی داریم که اصلا من اینو زیاد نمی‌شناسم. اینا برای نه اینکو نبود حاجی، ولی اینا یه ست نسبتا خوبی فکر کنم بود. من میگم باز خیلی ستا رو نمی‌شناسم. اینجا پادشاه اینا رو داریم. میایم همینجوری پایینتر، میایم پایینتر و اینا. اینجا یه ست بویاه این از اوناست که بچا مازگه دیگه، مازگه مثلا لول 0ش اینجوریه، لول 1 اینجوری 2 3 برچه اساسا میره بالا، خیلی هم خوشگله. بذار پینش کنیم برای سینا. صرف که وقتی هلمت ندارید، هلمت 1 این شکلی میشه، هلمت 2 و هلمت 3 هم این شکلی میشه. قبلا یه مو داشتیم ماجی، مو سبز بود. اوه اینم داره، اینم اینکو اول نه چقدر شبیه مو اینکو نبود بچا. میدونین کدوم میگم دیگه؟ اینکو قرمزه. یه کلاهی هم بود قبلا بچا 1 و 2 و 3 داشت مثلا. حالا این نداره فکر خودم هم ندارمش حاجی. چیزه چی بهش میگن 1 و 2 و 3 داشت، خیلی هم شاخ نبودا. نمیدونم چرا. اینا هاشش نداره. 0 1 2 قرمز میشه، 3 سبز میشه. حاجی اینم خیلی خوشگله. این خیلی اوکی. میایم توی قسمت مازگا. اوه مای گاد اینو داره. این اینکوباتوری که اخیراً اومده داخل بازی، 7 سالگی فری فایر. من فکر کنم این اولی است بچا، اولی کم کلی بازی در آوردم. بعد ارزم حضورتون که بچا راستی نمیدونم در صورتم مشخص است یا نه، ولی فکر کنم صورتم با اینجا میگم رنگش فرق کنه یا شاید فرق نکنه. ضد آفتاب زدم دوستان. من تا حالا تو زندگیم از ضد آفتاب استفاده نکردم، ولی امروز رفتم. نکته جالب بهتون میگم، برق مثلا یک رفتم مطب، فکر کنم مثلا 6 7 دقیقه رسیدم مطب. برق مطب پامو گذاشتم رفتم دکتر پوست. بچا ضد آفتاب این چیزا بهم داد، پوستم قرار خیلی شفاف بشه، ولی حاجی ضد آفتاب یکم استفاده کردنش برای من سخته. چرا بچا؟ چون من هم وقتی میرم بیرون آفتابه باید بزنم و هم وقتی زیر این دوتا بابا اینا خورشید. این تو رو خدا یه لحظه بچا مثلا اینو نگاه کنید حاجی، نور این دوتا رو ببینید، خورشیدی میمونن دیگه. ظهور کردم سر همین قضیه. اینا خیلی هم چشامو اذیت میکنن و هم پوست صورتم، ولی خب چیزیه که جزئی از کارم، یعنی باید جفتشون روشن باشن، ولی واقعا اذیت میکنه. مثلا چشما و اینا خیلی اذیت میکنه. خلاص رفتم دکتر پوست و قراره پوستم صاف بشه، ولی خب این نگهداریش یه کوچولو سخته دیگه. این نگهداریش یه مقدار سخته. این دوتا پدر سگ که منو اذیت میکنن، ولی حالا کار. بعد بچا مثلا الان نه تو کامنت مثلا خب مثل خاموش کن اشکال نداره. ما چیز ببین من خاموش کنم اینجوری ویدیو مثل ماجد میبینید، اگه خدا وکیلی میبینید دمتون گرم. البته این شوخی میکنم. این یکیشه و اینم یکیشه که وقتی روشن میشه اینجوری میشه. خلاصه میایم پایینتر نارادور داریم، میایم پایینتر. یه خوشگلر داریم. یه چیز اینکو هم داشتیم. اوکی اینم داریم که فکر کنم شده بود یک اینکو. این یک اینکو شده بود، نمیدونم چی بود، ولی خودش یادم شدم 3 اینکو شده بود. نمیدونم این دومی اینکو بود، یعنی اولی که قطعا اون بنفشه بود، بعد این بود، بعدم اون یکی که لباس خیلی زشتی داشت بود دیگه. خلاصه تو ماسکا زیاد بالا پایین نکنیم، مثل کدی رایگانه هم داره. و بیایم تو قسمت گیری. ما 73 تا گیریم داریم. بویاه سال 2021 رو داریم و البته این بقیه‌شون دیگه اونقدر چیز شاخی نیست. البته باز هم یه گیریم اینجا هست که یکی از دوستانم بود، الان واقعا دل در دلش نبود. من تو بالاتنا و اینجا دیگه قسمت اصلی ماجرا داریم. اینم یکی از ست‌های بویاهه که واقعا ست نسبتا میشه گفت قشنگه. یه مدت خیلی شاخ بود، 7 سالگی و از این داستانا. اینو داریم، این که این کوه رو داریم، اینا رو داریم. حاجی حساب خیلی سوسیسا. فقط امیدوارم بچا گاناش هم خوب باشه، چون من این حساب رو تقریبا دیشب مثلا هول و هوش 109 اینا گرفتم. امیدوارم گاناش خوب باشه. میگم یادم نیست دقیقاً، من فقط کلیتی ازش دیدم. البته دیدیم که اول ویدیو دلولی که دستمون گرفته بودیم نمیدونم لول 6 بود یا مکس بود، نمیدونم کلوف بود حاجی، هر چی بود 6 یا 7 بود. امیدوارم حداقل 3 4 تا گان لول مکس داشته باشه تا چی بشه، حداقل یه حسابی باشه که بشه سالها باهاش پلی داد بدون اینکه روش خرج کرد. و همینجوری میایم پایینتر و این خیلی حاجی ستر دوست دارم. نمیدونم چرا، اصلا نمیدونم برای کجایا. رو هر حسابی هم رفتم تقریبا اینو داشته، اصلا نمیدونم برای کجاست. ولی اوکی. فقط یه چیز بچه من دقت نکردم، حالا امیدوارم تو قسمت شلوارا حداقل یکی دو تا یوتیوبری یا حداقل هری رو داشته باشه. من دقت به اینا نکردم، ولی لباس گادپوری هم داره. باشه چیزی ندیدم چی بگم، پلیور چه سفیدش و چه مشکیش و چه اون مشکی طرحهای دیگه‌اش رو ندیدم. حالا شاید پین نشده، اینم داره، شاید پین نشه. امیدوارم پلیورم داشته باشه. اینم داره، اینو که داره. این برای یکی از هیروهای کلش اسکواد. سیزن 19 کلش خیلی من میگم قدیم بودا. حاجی سیزن 19 کلش چقدر پیش میشه؟ 2 سال پیش فکر کنم میشه. اوکی ونوم هم اینجا داره. ببین بچا اینا که من دارم میزنم و الان شما میگید خب مثل این ونوم به درد نمیخوره و کسی نمیشه. به نظر من این ست قشنگه دیگه. حالا شما هم تو کامنت مثلا قشنگه کم میشه مگه ازتون؟ اینم دیگه اصلا نمیدونم برای کجا هست. ست سوپر هایاتو وینسنزو. حاجی این خدایی خوبه. این خیلی خوبه. موتور سوارم داره. این آشپز،
اینا این شلوارش هم داره. او مای گاد ستاش خوبه. خیلی شلوار از خوباش پین نشده، مثلا این خوبه، این خوبه، این حاجی خیلی خوبه. پلیور باید همین پایینا باشه، آبی رنگش دیگه، همین آخر باید باشه اگه باشه. تو شلوارا میگم امیدوارم حداقل یکی دو تا برزیلی یا هم حریر رو داشته باشه. اوکی برزیلی زرد رو اینجا داریم و شلوار صورتی این شلواره و این حاجی اینم خیلی شلوار خوبیه، اینم فوق العاده است، اینم فوق العاده است. این چرا باید پین باشه؟ البته سینا از این ستای کلا اینجوری دریوری خیلی خوشش میاد. اینو فکر کنم بهتره بزنیم براش پین بمونه. همینجوری بیایم پایینتر. او این شلوار سبز هم داره، همینجوری میایم پایینتر و اینا و بیایم پایین. شلوار چیز هم داره دیگه، قطعا شلوارکاش هم نسبتا میشه گفت فامیل. اوه بو این برای این ست چه خوشگله حاجی. شلوار چیز هم داره، شلوار آشپز و سرآشپز و اینا هم داره. ببین تو قسمت کفشا خب طبیعتا کفش برزیلی سبز هم نداره ولی اینجا به جاش سفیده رو داره. بعد از موضوعتون یکی هم داره. اینو کلا چیزو کفشش خوبه. این لباس 7 سالگی حاجی خیلی سوسیس خوبیه. این همش گوشته، اینو خیلی دوستش دارم، خیلی لباس باحالیه. اینم داره و همینجوری بیایم پایینتر. این چی بگم دمپایی شبیه هم حاجی. مثلا این سبزه انصافا شبیه همن دیگه. من تو قسمت ایموت ها امیدوارم حداقل 100 تا خوبه. نه 100 تا خیلی میشه، 80 تا داشته باشه ایموت. 86 تا داره. مرسی. ما میتونیم اینجا گان مکساش هم ببینیم بچا. انصافا من میخونم از روشون ولی شما دقت نکنید به حرف من که بچا بریم تو قسمت گان لولی اونجا سورپرایز بشیم دیگه. ولی اینجا این پیر لولی کبرا رو 7 داریم، یعنی 8 لول نیست. کبرا مکس رو داریم، AK مکس رو داریم. دنس BTS پین شده اینجا. فکر کنم صاحب قبلی این حساب حامد بوده. اوکی میریم تو دنسای دیگه. سوشی میخوره. اسکی مشت مکس رو داریم. میایم پایینتر ایزگمشه. نه دولول مکس رو داریم. مرسی. من گفتم 2 3 تا 4 تا لولی مکس مثل اینکه بیشتر داریم چون من دارم اینجا M10 7 لول مرداب اولیه هم میبینم که مکسه. مرسی چیز خوبیه. یکی دیگه هم داشته باشه دیگه. نه دیگه فکر کنم نداره. اوکی این آقا توالته حاجی من اینو هیچ وقت درکش نکردم. بعد این مرتیکه کیه تو توالت سرش میزنی بیرون؟ بعد رفته اون داخل چیکار؟ قطعا ما که میدونیم رفته تو توالت چیکار، تو توالت کلاشو کرده که چیکار کنه، یه چیزی می‌خواسته بخوره. حالا کار نداریم ولی این بعدی ناراتو این داستان هم داره. یه دونه دنس ورود به اسکواد و همچنین اینجا هم که هیچی. اینم اسکایلر هم داره که نافش کنیم. اینم هیچی. بگو اینا هم که کلا از روش بذارید جامپ بزنید. فقط اینا رو اگه بخواید ببینید 4 تا از این میراخه که از آسمون میای پایین داره که این خوشگله، این چیز بدی نیست ولی آفش میکنید دوستان. کیل باکس تخم مرغی و همچنین حاجی این اتوبوسه رو ما از استور 600 تا خریدیم. بعدا فکر کنم تو آفر اومده ولی این اتوبوسه ما نمیدونم 500 تا 600 تا جی ام داریم و از تو استور این آشغال خریدیم. استورگری خیلی وقت ویدیوشو نگرفتم دیگه. نه ولی اگه بخواید استورگری براتون حتما میگیرم. بریم تو قسمت بعدی. 22 تا لامبورجینی داریم دوستان. واو چه خوشگله. لامبورجینی پاوردار نداریم ولی حاجی عجب سوسیسی این. اوکی 26 تا موتور داریم که تاپ اسپید داره، این پاور داره خوبه. واو چه خوشگله. واو چه اسکله موتور سوسیسی داریم ما تو بازی. اوکی حشمت 16 تا حشمت داره. حشمت پاور داره رو نداره ولی مهم نیست. 11 تا وانت و 17 تا جیپ و این ماشین آشغاله که میری تو آب که اصلا سرعت نمیره، که اصلا آبی هم نیست. آبا خوش شدن دوستان. آب ما که اینور برق میره قطع میشه. آب گیم هم خوش شده چون بیشترین آبو توی گیم مپ پورگاتوری داشت. اگه اشتباه کنم که پورگاتوری دیگه تو رنکت نمیاد. های جوانی کجایی که یادت بخیر. یادش کنی 6 7 سال پیش تو رنکت چقدر پورگاتوری میافتاد. این موتور سه چرخه آشغال که به درد نمیخوره احمق. فقط تنها چیزی که این موتور سه چرخه داره خوبه بوقشه. بوقش قشنگه. بقیه‌اش چیزی به درد نمیخوره. چیه موتور مکس اسپیدش 80 کیلومتره. یعنی شما عادی میدوین حدود فکر کنم 30 40 کیلومتره توی گیم. بعد این کلا 80 تا میره. یعنی 2 برابر سرعت عادی خودتون. برو کامشه به درد نخورین بابا. چی ماشین. اوکی این چیه؟ آجی این بچه‌ها من نمیدونم چی ولی فکر کنم چیز خیلی مهم باشه. یه کاپی رو برده برای چمپیون لیگ CS کاپ. CS کاپ کدوم میشه خدای من چرا اینو یادم نمیاد. ولی خب ما احتمالاً البته ببخشید صاحب این حساب حامد نیست وگرنه اینو قطعا براش میذاره. این نمیدونم. حاجی یه حس میکنم با چیز شاخی باشه. نمیدونم واقعا یادم نمیاد. اینام که پروفایل و ایناست که بذارید آفش کنیم دوستان. 354 تا آواتار و همچنین 478 تا بنر. چجوری اینقدر بیشتر بنر داره مگه میشه؟ اینم آفش کنیم. و اگه براتون سواله که چرا مستر نمیذاری بچا خودتون میدونید از این آواتار بنر رو اعتقاد ندارم. اینجا که این کارت ناراتو رو میذاریم و اینا هم هیچی. از اینا هم بگذریم و بریم با هم پروفایلش هم حتما بهتون نشون میدم. بچا میریم با هم تو قسمت اسکینگانا. همین اول کار
میبینیم که انفوراش خیلی فوق العاده است. 19 تا انفور داره که بهترینش طبیعت رو داره. میایم تو قسمت AK یا AK لولی مکس رو داریم. تو قسمت ببین بچه‌ها الان مثلا ما در نظر بگیم گان لولی 6 هم مکس باشه، الان اسکار هم یکی از اون گان های مکسشه دیگه. حالا در کنار MP کوبرا و MP ام در 7 لول اولیه و ارزم به حضورتون اسکیموش و اینا و دولول، اینم یه رو مثلا میتونیم حالا درسته لول 7 بعد مکس حساب بشه، ولی اینم تقریبا 6 هم اگه بخوایم مکس حساب کنیم. الان اسکارم کنار اون گانای دیگه است و من نمیدونستم اسکارش لول 6ه. اوکی، ولی اینجا اسکار کوسه لول 6 رو داریم. تو قسمت گروزاهای معمولی لژندری 16 تا فاماس که فاماس نقاشی بهترینش که این دو خط ریتر رو داره. ایکس مش لولی رو داره، مکس نیست ولی لول 4 پاور اصلیش باز شده. 13 تا A94 و همچنین 8 تا پلاسما داریم، 8 تا AUG داریم که این AUG نسبتا میشه گفت خوبه برای یکی از فکر کنم یا دومی یا سومی اینکو بوده که ریت و رنج داره، 2 خط رنج و 1 خط ریت. پارافال رو داریم اینجا که ظاهر اینو گذاشته و یه پارافایل ریت دار اینو گذاشته. کینگ فیشرش هم که دمیج و مگزین داره. G36ش یه G36 معمولیه، چیزا رو نداره، بانیه رو نداره که مهم نیست. تو مثلا گانه تکتیر زنش M14 دو ریتر رو گذاشته، اسکایسش هم دو ریت، SVD که هیچی ریت دار داره. اینجا وود پکرش معمولیه ولی خب این ریت دار رو داره، نمیدونم چرا نذاشته بود. این چیه؟ اینا چی؟ AC80. وای حاجی این AC80 خیلی بده. 2 خط نفوذ به بس، 1 خط دمیج، یعنی 2 تا اسنایپ بیشتر دمیج میده این. اوکی حالا میایم تو این قسمت و 6 تا ساتیر، 11 تا M60 یا M60 رو خودمون. بعد عرضم حضورتون که حاجی اسم M60 به M60 یه چیز دیگه احساس کنم میگفتیم و چرا یادم نمیاد چی میگفتیم بهش. بعد کثیر میگفتیم واقعا یادم یکی بچه الان من خستم. بعد حاجی اسم به M60 چی میگفتیم ما؟ مطمئنم نمیگفتیم M60. یادم نیست حاجی به این چی میگفتیم. یادم رفته خیلی خستم بچه‌ها ببخشید. 19 تا اینجا اسکین UMP داریم، UMP لولی هم داریم لول 3 ولی خب حسابش نمی‌کنیم. 17 تا MP5 که بازم اینجا MP5 لول 3 رو داریم که بازم حسابش نمی‌کنیم ولی خب به هر حال گان لولیه دیگه، فقط آدم باید جیم بده و لول اپش کنه. همین که داره خودش ارزشمنده و حالا مثلا 2 لول هم اپ شده دیگه، شده لول 3. اینم خودش ارزشمنده دیگه چون گرفتنشون لامصب سخته دیگه. مشخص نیست مثلا MP5 چند وقت دیگه میاد، UMP چند وقت دیگه میاد، ایکس ام 8 که داریم لول 4 یا اسکاری که داریم مثلا لول 6 چند وقت دیگه میاد. مثلا همین قضیه اینکه دارش خوبه. MP 40 MP 8 لول هم لول 5 شو داریم و 300 تا صاحبش با این کیل زده. چرا احمق؟ یعنی البته احمق که حرف قشنگی نیست. حمال چرا 307 تا کیل زده کلا با این چند تا زدی میدونم، ولی لول 7 کوبرا رو داره و لول 5 8 لول رو داره. خوبه. MP چیز رو داره اون نه چه بعد. اوکی الان یکی میاد مثل ما شد. MP لول 7 رو داره، MP 8 لول 5 داره، دنبال MP برفی. فقط سوال کردم بچه‌ها یعنی اصلا قصد خاصی ببخشید. اینجا ما 13 تا P90 و یه دونه هم از حاجی تامسون. یه لحظه بچه‌ها ول کنید، تامسون لولی هم داره نمیدونستم. 1 2 3 4 تا اینجا دبل ویکتور داره. تامسون 10 تا داریم که لولی رو داریم، لول 4 نایس و این خوشگله هم که داریمش. مکتن هم 7 تا مکتن داریم. مکتن ریتا نداریم نه نداریم. اوکی بیزون هم که چی. شوتگان لولی لول 7 رو داریم، مکس اسپاسش چی M10 میگم M10 دوستان M10 دو آجی خستگی رو من یکم فشار آورد عذر میخوام. دولول لول 7 رو داریم و همچنین مکس 5 تا اینجا داریم که بازم ریت دار نداریم، مثلا مکس ریت دار فکر کنم نداریم. حاجی تراگون ریت حاجی سینا من یادم خیلی وقته، من فکر کنم بچه قشنگ 3 سال یا 4 سال با سینا بازی نکردم ولی حاجی یادم نیست سینا فشاری هست یعنی، ولی حاجی این آدم داشته باشه نخوادم باهاش فشار میده. خیلی سوسیسه این. ریلود داره و این از اونی که بچا من رو حساب ساکورام دارم یا ویدار نمیدونم روی کس حسابم دارم و ریت داره و دقت این خیلی بهتر. چرا الان این اصلا من باید تستش کنم بچا. این ریلودش خیلی بالاست حاجی، این ریلودش خیلی من اینو الان براتون تستش میکنم. اوکی ببین تو مثلا اسنایپر 10 تا اسنایپ داره که نمیدونم مثلا سینا اسنایپ زن باشه یا نه، ولی اسنایپ بدی نداره کلا. اینجا 8 تا کار 98، 4 تا پشت یخزن، 2 تا M24 و اینا که هیچی. بچا اسنایپ بزنید ببینید اینم داره. دنبال 2 خط ریت بودم چون طبق چیزی که شما گفتین و بچا شاید این اصلا توهم باشه، شاید اشتباه به من گفته باشه، ولی من انقدر حرف شما رو قبول دادم و راستش باش بازی هم کردم. بچا 2 خط ریت انگار چجوری بگم همونطور که شما گفتین مسخره شاید باشه چون اصلا قانون گیم اینجوری نیسته. ریت اف فایر این نیسته که چه میدونم میدونی منظورمو، ولی تیره سریعتر در میاد بچه از گام و باگ نمیشه. شاید براتون مسخره باشه ولی شما به من گفتید و من اینو امتحان کردم و دیدم واقعا درسته. شاید دارم به خودم تلقین میکنم نمیدونم مثلا تو یه هفته که من دارم امتحانش میکنم قطعا نمیتونه امتحان خودشو پس بده، ولی دارم با ایدبل ریت دار دقیقاً همین ایدبل هم هستی که من دارم باش بازی میکنم و راستش فکر کنم شما درست میگین بچه‌ها و من یه دنیا ازتون ممنونم که من اسنایپ پلیرم. گان اصلی من اینه، 19 سال دارم تو فری فایر اسنایپ میزنم و مثلا این نکته نمیدونم شما بهم گفتید ممنون میشم و اگه براتون سوالی که مثلا تو خود 19 سال نیست و
چجوری 19 سال داری اسنایپ میزنی؟ جدی من سال بعد میشه تولد 15 سالگیم دیگه حاجی. کی شد 15 سالم مثلا؟ نگاه کن این بدن این سوسیس حاجی، سوسیسی میمون. بعد بچا من صورتم خوب بشه. این تو رو خواهم یه زوم کن رو بازه. بچا بازه من بهتون میگم چت خیلی الان گنده شده. خب با اینکه مکمل هیچی استفاده نکردم. ولی مکمل این کراتین که حالا هست مکمل حساب نکن. ولی حاجی من اینا خوب بشن، صورتم درست بشه، گینه رو شروع میکنم. یهو میام فردا روز بازو میگم براتون. مثلا بازو من الان انقدر خب تا اینجا یهو میبینی مثل وانشات بازو داره. تو اون که دیگه طبیعی نیست. ولی حالا میام تو میسولام هیچی، فقط اینجا جیجه ریت دار رو داریم و یه جومپ ریز بزنیم چون یو اس بی و دبلیو اس بی و اینا ریت دار نداریم. اینا عجب گوشتی. اینم که هیچی فیست. اسکین مشتم دو تا داریم که یه دونه مکس داریم و اینم که هیچی. 54 تا یخ داریم و همچنین 74 تا نید. این قسمت هم که هیچی. بچا زودتون سریع بریم با هم یه لحظه تو ترینینگ. به خدا من خیلی یعنی اصلا شوق تست کردن این گانر رو دارم. وای نه لونا بعد برمی‌داشتم. بعد لونا برمی‌داشتم. لونا نداریم یا داریم نمیدونم. واه اوری کات کن وای خدا میشه صاحب چی رو محرم کن تیم کریم بابا. اوریون پلیر طرف بابا ناموسان سلام بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. بکن چش نیست دماغه حاجی. اینو ببین چرا اینم این یه لحظه چرا انقدر سریع صفم میشه؟ اوه حاجی ریده وایسا. اوکی بچا بازی رو یه بازه بس کردیم. فقط من دقت نکردم این بازم کارت تغییر اسم داره یا نه، چون اسمش ادلر بود. بعد آقا منظور اسم خودش گذاشته بود. من اومدم حاجی گذاشتم همش سوسیسه. این اسمی نیست که قطعا شاید سینا بخواد با این پلی بده، ولی فکر نکنم دراز مدت بخواد با این ادامه بده. کاش فقط قبلش چک میکردم. من عذرخواهی میکنم اگه کارت تغییر اسم دیگه نداره. چه ست خوشگلی این 7 سالگی بچا. حاجی این بهترین اسکین گان بازیه. یعنی تو رو قرآن نگاه کنید بچه‌ها. نگاه میخوام فقط بچه‌ها سطح فشار رو بهتون نشون بدم. بعد یه پروفایلش هم نشون بدم بهتون. بچه‌ها پروفایلش هم نشون بدم و زنگ بزنیم به سینا دیگه. هیچ بعد فکر کنید زنگ میزنم جواب نمیده. ببخشید. حاجی کچل سلام. این احمق چرا گان نداره؟ دسته بردار. اجا بچا من یه بار دیگه آخرین جونم بچا. میخوام بهتون نشون بدم چند تا کیل میتونم بزنم. حاجی رنج فقط خیلی نداره. رنجش خیلی بابا ببین دیگه. اوکی حاجی ریلود برو ای پرنده مهاجر. اینو نگاه کن. سفرت فرا نکن عباس اسمش زوره بود حاجی. فعلا 3 تا زنیم. میخوام بهتون نشون بدم حاجی چقدر فقط این ترینینگ خیلی خالیه. پرتر بود بهتر بود حاجی. چی بهش میگن؟ بدبخت چرا داشت بشیم باشم که ای دختره سلام خانم آرزاده. حاجی تو بکن بهش فشار وارد کرد. بیا اوه یه شیطون ای. اوکی بچه بریم با هم. پروفایلش هم میبینید لول 78 و همونجور که میبینید 49975 تا لایک و مرسی بچه. اینجاش هم گذاشتم سوسی سالایی که بعد آورده. ولی حاجی پروفایلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و این سیزن هم 14مین اگه بگیره سینا که قطعا میگیره 14مین سیزنی میشه که پشت سر هم و یاپسو داره و اینجوری نیست که مثلا اینو بگیره اینا نگیره اونو بگیره اینا نگیره. خیلی خوبه. الان اینجا چند تا کج کله داره ولی ببین 14 سیزنه. با این سیزن که اگه بگیره میشه. البته اینم پر نکنه ولی هم که خرید پروفایل رو قشنگ نگه داشته خیلی حاجی الیت پاسا چقدر قشنگ. مرسی. اینم بود از این. پروفایل خیلی تمیزی داره واقعا دست مریزاد. بریم که حالا با هم به سینا یه زنگ ریز و سوسکی بزنیم و ببینیم که ریاکشنش چجوریه. میگم حدود فکر کنم بچه‌ها 1 سالی هست دیروز رو در نظر نگیریم با سینا صحبت نکردم. الان بعد 1 سال البته که میگم هیچ چی بهش میگن مشکلی بوده و نه چیزی. فقط یک مقداری مسیرمون از هم جدا شده بود دیگه، چون من همچنان داشتم گیم خودمون رو ادامه میدادم. سینا رفته بود نمیدونم تو خدای چی اسمش ارز مرز دیجیتال و از این چیزا. من خیلی از اینا سر در نمیام. اون دیگه یعنی رفته بود تو مسیر خودش، منم تو مسیر خودم. مگه سینا همیشه دوست من بوده و خواهد ماند. اوکی برو بریم زنگ بزنیم. 2000 years later. بچه الان بعد 1 ساعت تقریبا از گذشتن آخرین زنگی که به سینا زدم بهم زنگ زد. بذار جوابشو بدم. سلام سینا جون.
الو خوبی سلامتی سینا؟ ببخشید اگه بعد موقع زنگت زدم اون موقع. نه من بعد موقع زنگ زدم بهت. نه قربونت راحت باش. چه خبر؟ این چه آهنگ پیشوازی گذاشتی؟ چی آهنگ پیشوازم؟ آهنگ پیشوازی بچه داریم و ببینم گل نمیدونم. نه آهنگ پیشوازم تا جایی که یادمه چیز بود، مدرسه موشا بود سینا. همونه؟ آره. آره خیلی دوستش داشتم، این چیز مورد علاقه مامانم هم بود. موشا چی آهنگ پیشوازه؟ چه خبر سینا؟ باشگاه بودی؟ نه والا بیرون بودم. دور و داستانا؟ واقعا ماشین عوض کردم دیگه. ای بابا پولداریه دیگه سینا، پولداریه دیگه. دعا کن ما هم یه ماشین بگیر. ایشالله عزیزم ایشالله. سینا میگم قرار است از مزاحمت میخواستم بدونم الان به سیستم که دسترسی نداری درسته؟ به سیستمت. من الان به خودم هم دسترسی ندارم. خب سینا کی برمیگردی خونه؟ خونه من الان که 5:30 شب مثلا حدود 7 اینا بخوام برگردم. اوکی پس سینا من یه دونه حقیقتا هدیه برات گرفتم. خب هدیه چی گرفتی؟ آره حالا سینا پس یه لطفا الان واتساپ تو آره ناموسم بذار کنار. ببین سینا الان پس لطفا واتساپ تو باز نکن. چیزی ازت قبول نمی‌کنم. نه دیگه سینا دیگه باید قبول. آقا این کارا رو بذار کنار خدایی. نه این هدیه از طرف من برای برگشتت به کامیتی فری فایر عزیزم ان شاءالله که برگشتینا رو من به بچه‌هام اتفاقا توضیح دادم. من الان فعالیتی که دارم میکنم دارم شورت ویدیو میسازم. حالا این مثلا شورت ویدیو فری فایر هم میسازم. خب ولی واقعا دیگه اصلا ویدیو لانگاف اونجوری که باید بازدید بگیره دیگه مثل سابق دیگه نمیگیره. نه تنها من همه ما الان خدایی قبل از این داستان اعتراضات در مطمئن اینا ما هر ویدیو می‌نوشتیم که یه روز 50,000 60,000 70,000 خرید جیم می‌نوشتیم که اصلا می‌ترکیم. الان خودت خدای با قبل مقایسه کن ببین بازده چقدر افت کرده. ببین سینا قبلا من ویو ثابتم رو مثلا 30,000 تا اینا بود، خواستا میرفت مثلا رو 90,000 تا 100,000 تا. خب ولی الان دقیقاً الان مثلا خودت میگی 15,000 تا 20,000 تا خدای حق همه ما تیم بازدیده. خب ببین قطعا نیسته ولی سینا تو نمیتونی دیگران رو مقصر این اتفاق ببینی. به هر حال هرچی که بوده گذشته و ما درش دخیل نبودیم. پس حالا درسته تأثیری که داشته رو ما بوده ولی به هر حال نه ما مقصریم و نه دیگران مقصرن. پس نه باید بپذیریمش و ازش رد بشیم دیگه. درسته؟ ولی بچه‌ها تا حدودی مقصر هستن. چرا؟ چون مثلا الان یه ویدیو حاشیه‌ای مثلا بیاد می‌بینیم تو یه روز مثلا 40,000 تا 50,000 تا بازدید می‌خوره. خب مخاطب پس ما اگه بگیم مثلا مخاطب اون داستانش فرق. خب نه ببین سینا خیلی داری اشتباه میکنی. اون مخاطبی که میاد مثلا مثال حاشیه دعوای سینیتر با مستر وانشات رو میبینه با اون مخاطبی که میاد مثلا ویدیو پلی دادن مستر وانشات و سینیتر رو میبینه کاملا با هم متفاوته. اون یکی کلا توی بعد دیگه است، این یکی توی سیاره دیگه اینا. دقیقاً هست ولی مخاطب مشکلش اینه که نمیخواد دنبال بکنه دیگه. خب ببین سینا تو اونا بازدید میگه الان تو بخوای مثلا یه گیم بزنید یه قیمتا دیگه دست خود هست نزدیک 2 تومن میشه. خب بعد از اون طرف پول ریلیز ویدیو پول کامل اینا همه رو هم دیگه جمع بکنید میبینید تو اصلا کلی هم تو ضرری گیم کردی کلی هم ضرر کردی. خدای بچه‌ها که باید حمایت بکنه حمایت نمی‌کنه. از اون داستان من خودم مثلا اشتباه داشتم یه تایمی رفتم همستر گذاشتم. آفرین دیگه سینا. ببین من چرا بازیدم مثلا 30% افت کرد مثلا برای شماها 90% افت کرد چون سینا من الان از سالی که یادم من به دنیا آمدم من دیلی آپلود بودم و هستم و احتمالاً تا وقتی که بتونم خواهم بود. ولی شما همتون سینا اگه دقت کرده باشی یه شل کن صفر کنی داشتین دیگه. درسته؟ درسته اینا همه هست ولی جواب با مشکل اصلی اینه که من همون موقع هم گرفتم مثلا ویدیو کردی یا همه استر گذاشتم همون موقع بچه‌ها اونجوری که باید حمایت بکنن نکرد. همون موقع ویدیو همین دو که آخه سینا ببین تو همیشه نمیتونی مخاطب و مقصر. چرا فکر نمی‌کنی خودت مسیر تو اشتباه رفتی سینا؟ تو چنل تو خراب کردی جایی که سینا باید نه به نظر من بذار سینا من اگه درصد تقصیر باشه رو بذار برای تعریف کنم. 99% خودت مقصری و 1% به نظر مخاطب مقصرن. چرا؟ چون سینا تو مسیر تو اشتباه رفتی رفیق من. دیگه من 99% من نمیگم مقصر نیستم. 1% هم مقصر هستم این وسط حالا ولی بچه‌های دیگه که الان
ثابت فری فایر میذاشتن میذارن اونا مثلا حسین محمود نه بچهای دیگه اینا امکان ببین سینا من میگم اصلا این چیزی که داری میگی بذار دو تا نکته به توضیح بدم سینا. امکان نداره تو ادیتت خوب باشه، موضوعت خوب باشه، تو کامیتی خودمون دارم میگم، خارج از کامیتی مثلا نه اطلاعی دارم نه هیچی، ولی امکان نداره تو موضوعت خوب باشه، ادیتت خوب باشه، باید هزینه کنی برای کار دیگه، اینو که میدونی درست. امکان نداره کیفیت کارت خوب باشه، استمرار داشته باشی و بازی نگیری، اصلا امکان نداره. بچه‌ای هم که داری اسم میبری عزیزم سینا همه آن و آف داشتن، تنها کسی که توی کامیتی فری فایر آن و آف نداشت من بودم، یعنی هر چی بوده من بودم، ولی شماها سینا آن و آف داشتید، بعد انتظار یه بازخورد عالی هم داشتید. درسته شما نیاز به استراحت داشتین، ولی سینا این شغل اینجوری نیسته که بگی خب من یه هفته میخوام برم مسافرت کاری نمیکنم. نه بله منم الان خیلی سال مسافرت نرفتم، برای کارم نشستم تو خونه دارم انقدر این چیزا رو دوربین ندیدم شبیه دوربین شدم. ولی سینا خب شغل ما اینه، نمیتونی یه هفته تو مثلا دکتری نمیتونی مطب تو ول کنی بری، مریضات میپرن، بیمارات میپرن. قبولم، ولی مثلا تو الان اومدی یه ویدیو ساختی، دومی رو ساختی، بازی مثلا نگرفت، بعد سومی دیگه گرفت، چهارمی گرفت، پنجمی گرفت. اکثر ما ساختیم همون دیلی آپلودمون رو تا مثلا ویدیو 20 هم ساختیم هنوز بازی در نگرفته. بعد مثلا میگه الان داستان ادیت و اینا ویدیوهای موجی که دیگه دیدی، اصلا من خودم هیچ، اصلا من به کنار بچه‌های دیگه اینقدر استعداد دارم، موجی خودم اینقدر ویدیو گیم پلی خفن ساخته، اینقدر ادیت زده روی تمام گذاشته، بعد میاد ویدیو رو میذاره مثلا بگیره 5 6 خدایی به نسبت اون تایمی که گذاشته ادیت دیگه زده آخه 5 6 خود حق این بشره. نه ببین سینا راجع به سبک موجی من یه توضیح بدم، سبک موجی بی‌نظیره ولی چیزی نیست که کامیتی ایران خواهانش باشه، درسته؟ من چیزی بود که تولید می‌کردم دیگه سینا. من برای ویدیو مثلا اون موقع مثال دلار 30 تومن بود، من مثلا 400,000 تومن میدادم، بعد از ویدیو 2 دلار در می آوردم. تو حساب کن چقدر ضرر می‌کردم، ولی می‌ساختم چون عشقشو داشتم. حالا موجی میگم سبکی که تولید می‌کرد و میکنه اینه که خب جوریه که مخاطبا دوستش متاسفانه نه، من عاشق اون سبکم و خودت هم احتمالاً باید باشی که داری راجبی صحبت می‌کنی، ولی چیزی نیسته که سینا کامیتی دوست داشته باشه، پس تو نمیتونی خلاف نظر کامیتی پیش بری چون نمیبیننت و این واقعا طبیعیه، میدونی؟ خب همین دیگه به مخاطب نداره این چیزا رو. خب آفرین سینا، پس چیزی که دوست داره رو بهش ارائه بده ولی خارج از شخصیت خودت هم نباشه. موجی یه دونه ویدیو خارجی به نزدیک 700 800,000 تا بازدید گرفته. این کارو که هر کامیتی خارجی دیگه برزیلی می‌داشت، نمی‌دونم آمریکایی می‌داشت، هر جایی می‌داشت خدایی 100 برابر الان 300,000 تا سابسکرایبر داشت. این تصویر کیه؟ این الان تصویر موجیه؟ نه تصویر بچه‌ها دیگه. نه سینا آخه میدونی اینی که داری میگی سینا، بذار یه مثال قشنگ برات بزنم متوجه بشی. عموم مردم تو اینجوری در نظر بگیر، سبکی که من و شما داریم میسازیم 207 در نظر بگیر، سبک موجی رو بگیر مثلا بی ام و، عموم مردم میگه آقا ما 207 دوست داریم، بی ام و دوست نداریم. خب تو نمیتونی بگی اشتباه دارن میکنن، بله شاید از نگاه تو دارن اشتباه میکنن ولی از نگاه خودشون سبک درستی رو انتخاب کردن. آقا کامیتی خارجی رو ول کن سینا، مگه تو داری تو کامیتی تو داری تو کامیتی ایرانی فعالیت میکنی، باید ببینی مخاطب چی میخواد رفیق من. آقا خب حمایت نمیشه چیزی رو بساز که سینا اونا ازت میخوان، چرا فکر میکنی همیشه چیزی که خودت دوست داری رو باید بسازی؟ بابا اینجوری نیست سینا، به نظر من داری اشتباه فکر میکنی. ویدیوهای شورت که دارم میسازم خدایی اصلا فارغ از بحث درآمدی، اصلا من عشقی کار میکنم. یه ویدیو شورت دیگه خودت میدونی درآمد نداره، قبلا باز درآمدش خوب بود، الان چیکار کردن؟ الان اومدن مثلا تو 30,000 تا بازدید میگیری 30,000 تا حساب میکنه، بعد قسمت درآمد 30,000 تا رو نصفش میکنه، میگه درآمدی که به این تعلق میگیره 15,000 تا. خب 15,000 از این که درآمدی اصلا به کنار، شورت که اصلا هیچ چیزی سینا عشقش میسازن که میبینم شورت ویدیو ها حداقل آقا دیگه تعدادی دارم میبینم. من شورت ویدیو فری فایر این مشکلی داره برعکس میاد دهنت بسری. من شورت ویدیو رو میسازم خدای فری فایر ها رو، ولی ویدیو بلند واقعا نیستن چون اونجوری که فایر اصلا حمایت نمیشه. حالا سینا جون قربون شکل کج کلت یه لطفی بکن این هدیه ما رو میدونم منت سرم بذار واقعا برای من خیلی ارزشمند. اولی که اصلا بهم زنگ زدی، میدونی من قلبی و دلی واقعا دوست دارم. قربونت برم. هدیه حالا ببین هدیه نمیدونم هر هفته اکانت گرفتی چیکار کردی؟ حالا سینا دیگه تو کاریت نباشه دیگه. اکانت آقا بچه‌ها گیره میکن. آقا قربون شکل کج و کلت سینا، من اینو برای شما گرفتم، برای بچه‌ها من به وقتش کردم، میکنم و خواهم کرد. آقا دوست دارم.
ببین آقا تعارف ندارم با دیگه مرد مومن. من اصلا برای اینکه دیگه خودت هم میدونی من اصلا تو بحر اکانت و بازی اینا نیستم. یه دونه اکانت از اول داشتم همونم فروختم رفت تموم شد. الان یکی از بچه‌ها من اکانت داده گفت ویدیو اینا چیزی می‌خوای بگیری با همین بگیر. جدی دارم میگم. تعارف هم ندارم که ماشی. سینا عزیزم اکانت می‌خواستم دیگه. قربونت، من یه دونه اکانت گرفتم برات، هدیه است. آدم به نظرم خیلی زشته سینا. نه خب گوش بده دیگه، خیلی زشته وقتی یه دوستت بهت یه هدیه ای میده و تو اونو قبول نکنی. واقعا متاسفم برات اگه قبول نکنی سینا. اصلا به درد من واقعا نمیخوره. اشکال نداره، تو هدیه منو قبول کن، اصلا بندازش سطل آشغال. قبوله؟ فقط دست من بگی سینا، خیلی زشته دست من باشه. آقا تو همین اکانت گرفتی ایده بزن. خودت هر کاری میکنی بکن سینا. من اینو به نیت بچه‌ها نگرفتم که بخوام بین بچه‌ها گیو اوی کنم. ببین من که نیاز ندارم. آقا مگه من میگم شما نیاز داری؟ نیازمندتر هست. اصلا سینا کسی که اکان نیازمند فکر کنم معنی کلمه‌اش بعد متوجه شدی رفیق. بازی نمی‌کنم مرد سینا جون من اینو برات میفرستم، یه لطفی بکن سین کن و این رو از اون طرف من این اسپانسری ها گرفته بودم. یه اصلا ویدیو فیلمایی که باید بسازم، مثلا شورت ویدیو اینا رو تو این اینستاگرام که باید بچه اسپانسری گرفتم باید بسازم، نمی‌تونم نسازم. از اون طرف همون اسپانسر قبلیم که چیز بود اونم به من یکی دو تا اکانت کپیا بهت بدم، ولی به خدا من اصلا اکانت نیازم نیست. نهایت 4 تا ویدیو بخوام بگیرم میگم یه دونه از بچه‌ها ببینید اکانت داده، یه اکانت نیازم من آخه نمی‌کنم. سینا اولا که اکانتی که بعد گرفتم هیچ چیز خاصی نداره، یه چیز معمولیه. یه لطفی کن آخه سینا خیلی زشته که بهت هدیه میده ردش کنی. من واقعا ناراحت میشم اگه این کارو کنی. آخه نیاز به من نمیشه. حالا به هر حال سینا من برات میفرستم، اگه دوست داشتی چیزش کن، اگه هم که دوست نداشتی دیگه هیچی دیگه. آقا ببین کن یه حرکتی بزنیم که چیز باشه دیگه، منطقی طور باشه. من آخه سینا من احساس می‌کنم منطق نداری متاسفانه. خیلی ارزشمنده ولی به قرآن اصلا اکانت نیازم نمیشه. آفرین خب اشکال نمیشه، من برات میفرستم تو نیازت هم نشه. من برات میفرستم آیدی دوستم هم که میتونی بری اطلاعات خودت رو روش بندازی هم برات میفرستم. اگه دوست داشتی این کارو انجام بده، دوستم نداشتی دیگه سینا هر چی خودت دوست داری دیگه. من این کار دوست داشتم برات انجام بدم و انتظار یه ریاکشن خیلی بهتر ازت داشت. شارژت فکر کنم تموم شد. من شارژ من تموم شد. سینا جان زنده ای؟ نه فکر کنم دستت خورد رو دکمه میوت. داشتم میگفتم سینا پس یه لطفی کن، بزرگی کن اینو سین بزن و اطلاعاتشو برای خودت کن. مرسی. آقا من الان گفتم بهت فکر کنم من چیزی دارم بهت میدم تو نیاز نداری. آفرین. من چیکار میکنم ببین، اصلا من نه، یه آدم بالغ چیکار میکنه سینا هدیه رو میگیره استفادهش نمیشه. خب یه اتکلون که اصلا از بوش خوش نمیاد ولی میذاری کنار دکورت، هیچ وقت هم ازش استفاده نمیکنی ولی میذاری که باشه که دل طرفی که بهت داده اینو نشکنه. الکی اکانتی که بلا استفاده وقتی من یه استفاده نمی‌کنم بذارم چی به جا اکانت. آقا من الان مثال برات زدم سینا. هزینه کردی این همه لطف کردی ویدیو رو دیدی که رفتی اصلا بگیری کردی. این برای من ویدیو دیشب داشتم تو دیروز داشتم تو همون موقع که بهت وایس دادم سینا، همون موقع داشتم تو همون میدیدم. گوش بده یه گوش بده ولی به خدا دارم میگم به جون خودم اصلا اکانت نیازم واقعا نمیشه. حالا به هر حال برات میفرستم سینا. اصلا اکانت رو واقعا نمیفروختم چون واقعا اکانت نیازم نمیشه، چون من نه بازی میکنم نه چیز دیگه. 4 تا ویدیو هم بخوام بگیرم اکانت بچه‌ها هست دیگه. آقا من چیزی بگم حالا من برات میفرستم. خودت هر کاری دوست داشتی بکن سینا، من این کار نمی‌کنم. قبول نکرد. به خدا بچه‌ها هستن اکانت ندارن، خبر شده اکانتشون همه. آفرین که سینا اینو میدونی و خوشحالم که بهش آگاهی. خودت قرعه کشی کن. باش. برات میفرستم قربونت. ببین یه حرکت بزن. یه استوری بذار. آقا فکر کن اصلا اکانت مثلا چیزی بگم، فکر کن به یه نیتی خریدی اصلا. باش. یه استوری چیزی بگو. کسی اگه اکانتش مثلا تمر شده اینا بیاری اکانتو بگیره. باش. چون وقتی آقا من نیاز ندارم برای چی باقی اکانت الکی بگیرم؟ چون میدونم واقعا نیازم نمیشه. باش. رضا خود کرد ناراحت شد. الان برات میفرستم. خداحافظ. آقا برای من سینا جان خداحافظ. پشت فرمون اصلا نباید گوشی صحبت کنی. خداحافظ. خداحافظ. دستت در نکنه. دوستت دارم. خداحافظ. خداحافظ سینا. مامان الان میام. خداحافظ. الان میام. دوستمه. خداحافظ. خداحافظ سینا. مامانم. خداحافظ.
باش تو فقط اطلاعاتشو بگیر. باش اینو بده به یه نفر که نیاز داشته باش باشه. چشم خداحافظ. چشم جدی دارم میگم. منم جدی میگم. باش به قرآن بفرستی بلاکت کنم. باش جدی گفتم بفرستی بلاک. باش خداحافظ. جدی گفتم خدایی بفرستی باشه بلاک کن. باشه خداحافظ. جدی بلاک ناموسن. آقا من وجدانم قبول نمیکنه وقتی یه نفر دیگه نیاز داشته باشه. اکانت اگه نداشتم خب میگفتم این چیز، ولی وقتی اکانت هستش واقعا که خدایی از عقلم بخوای در نظر بگیری اسراف. باش خیلی 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 نیازمندتر از من هستش تو بازی که بخواد یه اکانت داشته باشه. با این حال که میگم اکانت هست میشه دست من. باش. اگر نداشتم یه چیزی تعارف که ندارم. باش جدی گفتم ناموسن اکانت نفرستی. باش. بفرستی هم که خدایی نمیدن. بفرستی هم بلاکت کنم. خداحافظ. تا نداری. قربونت خداحافظ. رضا جان من. حاجی واقعا خیلی اصلا کلا حالا اینکه دوستم بود ولی کلا خیلی زشته که یکی به شما هدیه‌ای بده هرچند اصلا اون هدیه رو دوست نداشته باشین ولی قبولش نکنین و یه همچین ریاکشن نشون بدین زیاد جالب نیست. به هر حال من که براش میفرستم حالا گرفت نگرفتم زیاد مهم نیست. دوستتون دارم زیاد. لایک و کامنت سابسکرایبتون نره و به زودی با دیگه خفم و جدید میام پیشتون. فعلا خدافظ.